بیایید در پهلوی نظام باید باشید. این نظام به خون شما آمده. امین ملت مجاهد بوده که در پهلوی مجاهدین ایستاد بودند، نان برشان می دادند، اولادهای خود در سنگرهای داغ می فرستند و همچنان در اوقات بسیار سخت شب برشان می دادند. برکت قربانی های همین ملت بود که امروز همین نظام را ما داریم. الحمدلله. یک دستاورد کلان که من امروز در جلسه گذشته هم یادآور شدم، قبل از اقتصاد، قبل از امن، نظام مهم است. که نظام ما کدام نظام است؟ اصول نظام ما چی است؟ آیا نظام، مدل نظام یک دست ساخته بشر است و یا هم قوانین و اصول این نظام قرآنی و احادیث و فقه حنفی است؟ وقتی که رهنمای ما قرآن باشد، قانون ما قرآن باشد، روش و طریقه ما روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، پس ما چه مشکل داریم؟ همه مردم ما مسلمان است. همه مردم ما الحمدلله از همه اقوام، از همه ولایات دین و اسلام را میخواهد. این نظام همان نظامی است که ما شما به ده سال برشان منتظر بودیم. به صدها هزار جوانا را به ارمان این نظام در مبارزه علیه یورشگرا، مبارزه علیه بیگانگان به شهادت رسیدند. امروز امون نظام رسیده. این یک دستاورد کلان است الحمدلله که احکامات الهی بر سرزمین خداوند جل جلاله تطبیق میشه.